تبریک میگم. ممنون، متشکرم. شما تو کدوم مسابقه؟ پس. الان چه حسی داری نسبت به این؟ والا واقعیتش من شاید اغراق نباشه ولی پیش بینی می‌کردم. چون میدونستی اینقدر خوب آره بازی واقعا. سیتی سنتر چطور بود تو برگزاری؟ سیتی سنتر همه چی شادی بود واقعا، یعنی پذیرایی خیلی خوبی که فکر می‌کنم اولین دوره بود به این گسترده‌ای پذیرایی کردن. همه بچه‌ها واقعا هیچ کمبودی نداشتن، بالاخره از شهرهای دیگه کشور اومدن. نیاز بود که یکی این کار بکنه که واقعا فکر می‌کنم خیلی خیلی واقعا برازنده بود. حالا فکر می‌کنی مسابقات جهانی باید برید شما؟ فکر می‌کنی اونجا چیکار می‌کنی؟ ان شاءالله اگه خدا اعزام بشیم که حتما اونجا هم سعی می‌کنم همین قهرمانی رو بیاریم. تو چه سالی هستی؟ من 72. چه رشته خوندی؟ جامعه شناسی. کجا؟ مشهد؟ تهران مرکز. تهران مرکز.